بزرگان دین می گویند در 3 کار الله مهربان مدد خاص می کند بنده اش را. یکم، اگر شخص اراده مسجد ساختن را کند، الله مهربان با این بنده اش معامله خاص و مدد خوب می کند. چه جایی که امروز مسجدها به خاطر پرداخت نکردن مبلغ برق و آب قرضدار شده بسته می شوند و متاسفانه شخص پیدا نمی شود که این همه را به عهده گیرد. دوم، اگر شخص روزی توی دخترش را معین کند، این کار اینقدر الله مهربان را خوش می آید که حتی با وجود نبودن شرایط وسط فکرهای گوناگون که چطور مهمانها را قبول می کنم و چطور دخترم را رخصتی می کنم، به خانه بختش الله مهربان بالاخره این دختر را با آبرو و عزت به خانه بختش روانه کردن را نصیب می کند. سیوم، از گناه دست کشیدن، به شرطی که نیت خالص و حقیقی داشته باشد. الله مهربان می فرماید که این بنده ام را به خاطر نکردن گناه من مدد خاص می کنم. اگر ما گناه را ترک کرده نمی توانیم با وجود توبه کردن، این معنای آن را دارد که ما در نیت خود اخلاص نداریم. اگر اخلاص می شد توبه هم نصیب ما می گردید انشاءالله. بنابراین برادران عزیز، بیایید از صدق دل و اخلاص کامل از الله مهربان آمرزش گناهان را طلب کنیم، چون که این ماه توبه و مغفرت و خلاصی از آتش دوزخ است. الله مهربان همه ما و شما را از گناهان پاک کرده به جنت الفردوس داخل کند. آمین یا رب العالمین. سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن این خود صدقه جاریه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سننسى جراحا برؤيا الرسول